آره حیثیت زبان فارسی در پاکستان چی است؟ تقریبا از بین سرود ملیشان فارسی است. ذلیل‌ترین انسان‌های کره زمین اینمی فارسی زبان هستند. بسیار خمچشم مردم هستند. خوب میفهمن که دروغ میگن، بازم برادر عزیز خود قایم میگیرن. میگه سرود ملی پاکستان به زبان فارسی است. ما به اسناد و به ثبوت و به شواهد برات نشان میدم. سرود ملی پاکستان در کل 31 واژه داره که در 31 واژهش 24 واژه آن ریشه عربی یا واژه عربی است. مثلا از اینجا براتون: حسین عربی، عزم عربی، عالی عربی، شان عربی، ارد عربی، مرکز عربی، یقین عربی، نظام عربی، قوت عربی، اخوت عربی، عوام عربی، قوم عربی، ملک عربی، منزل عربی، مراد عربی، هلال عربی، ترقی عربی، کمال عربی، ترجمان عربی، ماضی عربی، حال عربی، استقبال عربی، ذوالجلال عربی. یعنی 24 دانش خو عربی شد. این حال میمونه 7 واژه دیگه. این 7 واژه که از زبانهای دیگر مختلف ساخته شده. مثلا یکیش پاک از سرزمین، اردوها هندوها میگن میرا سرزمین ہے. شاد ہو بھائی، شاد ہو بھائی. مثل که کشور زبانهای مختلفی را استفاده میکنه. نشان، پرچم، سایه. یعنی 7 واژه است از زبانهای دیگه است، ولی 24 دانش مستقیم از عربی گرفته شده. خود تو این حال اینجا برای من نشان بده کجا از این فارسی است. برو سرچ کو، تحقیق کو، پژوهش کو، هر چیزی که میکنی برو بکو، ببین که گپ من راست است یا نه. شرم از به حالتان افسوس میکنم او انسانهای ریسیست، شوانست بدبخت. امی خود تعصب که است، خود تعصب امی مغز منجمد میکنه، چشم کور میکنه، گوشا را کر میسازه، خر صحیح میسازه. مثل که اینا خر تیار شدن. ما براتون ترجیحش، ما براتون این حال ثابت میسازم.